یکم اپریل همچون روز خندق قبول شده است و در این روز ما نیز تصمیم گرفتیم با یکی از حجم‌نگاران راهبر مؤسسه دعوتی تئاتر لختک افسانه ولایت ختلان خیرالدعوت صحبت داشته باشیم. یه باقی اوسا اینا دربی سری مشتک یا وقتا این بزرگ تخمی کتا گرفتم گفتم اخی اگون خروسی در کان میشود اینا برو مدن نمیدونی چه اگه چی بیشیدت من مشتر مرخ شطره نباشه باید بار بکش یعنی ما بار نمیکش من مرغم اوه مرخی باشی نباشه باید تخم میکنی یعنی ما تخم نمیکنم ما شطرم اوه من نفهمیدم تو شطری یا مرغ ما شطر خیلی بار بکش من بار نمیکش من مرغم او خیلی تخم کن نیمه تخم نمیکنم من شطرم این نمی خیلی دنیا نمیدونی که نه یک کاره دست میاد نمیدونی که در یکون موقعیت در حیات نداری یعنی ما شطر مرغ اینم تاریخ بسیاری نمیخوشن شطر مرغ نه بار میکشن نه تخم میاد اینم تاریخ بهترین نمایش بود. بار شده است که هم زیردستان برای به شما دروغ گفته باشند و شما چگونه قبول کردید مخصوصا در روز خنده نه اکو در روز خنده اکو دروغ نیست خیلی شوخی نیست سالهای قبل یک برنامه با نام جام خنده داشته که خیلی هم برنامه خوب بود. چی شد که جام خنده شما از بین رفت؟ در حقیقت این سال 2000 بود. سال 2000 در مرکز جوانان شهری اون وقت فرانتیپا گروه جوانان ما با آنها تئاتر استودیویی جام خنده در نزد مرکز جوانان تشکیل کردیم. اینجا بود سفر جانیاز بودن، بختیار تبرف، خورشید تویچیف، برای این بچه های سرغیرت بودن. حالا که انا هم وقتا با سفرهای هنری می برآمدن و مهنت ما از اون بیشتر بود که برای تلویزیون ختلان ما هر روز شنبه برنامه جام خنده داشتیم. حالا که ما رو میشناختن من با کجایی که میرفتن حالا که میدونستن که جام خنده هر روز شنبه باز تماشاگران انتظاری میکشیدن. انا وقت یک چخیل بیام یک ذوق و شوق جوانی که بود بعد بچه ها به نهایت اساسات خودمون میکردیم. یکم مبلغ گذاری هم نبود. خودمون میافتیم، خودمون مینوشتیم، خودمون سر و لباس تیار میکردیم و مانند همین ما بنوار میگرفتیم. یگانه دستگیری تلویزیون همین بود که با اپراتور ما رو تامین میکرد. بعد منتج میکردم در حقیقت این کار رو میکردم ما هر روز شنبه. بعد متاسفانه همین بعد روند زندگی شد آیسته همین چیز رفت که اینا رو از صنعت دور کرد. اگر بود چند جوانان دیگه آمدن که بیا دوستانمون چیز زنده کنیم. اکنون ویا که بودن و دیگر بود. بچه که اول ویا سر کرده بودن اگر همونو میشدن شاید که درگیرشون با جوانان رو جمع کرده انا همون ملکه و چیز خودشون خواهد ممکن بود که کنیم که این حال یک نمیدونم خیلی مثل ویا من همین قدر چی میکنم ندیدم که خیرت این کمتر گزنده دارم این همین گوش میکنم نیه گیر این باید یکمش خورد داریم خوب آیا شما بار دروغ گفته چند مرتبه دروغ گفته تا این روز یا محض در روز خنده میگه دروغگویی است عمر دروغ کوتاه است دروغ شوخی آمیز خیلی میگوید بعد نمیه من دروغ گفتم بعضا اگر یکی بگم خیلی که جدی برای یک منفعت خودم دروغ گفتم شکر خدا که همین چیز برای ما بیگونه است ولی شما میخواستم که مردم دروغ نمیاد همین اساس همه بدبختی ها دروغگویی است همین حافظای نامی از نوریه ها باز همین یک شعر میخونن که
طور قیده این نوروز و نوبهار کی میبینم. من گفتم همین مردک فکرم که دانشگاه صنعت خوندگی ما همه میدونیم که 21 مرد نوروز هستنی. همین مردک چرا همین ای مردم میپرسه که نوروز و نوبهار کی میبینم گلها رو به 6 قطار و همینجا هم قلاله شنوندگی 6 قطاری من مرحمت من 21 روز یک کلمه که اکا 20 سال یکم سرو این خیلی نکو دنیا رو برقرار میدونی دنیا شکر خدا خیلی شد که برقرار تنج امونیه رنگی که آسمان افتادگی مزه نیست یه ولی تو بی مزه ای همین اگر حیات قلم زنی هر رای رفتگی هر زیونه. من میخوام که در این روز خنده یکی از دوره که یگون دستورالعمل ندارد یگون ضررش نیست انا همین خنده هست. بذار که در روز خنده همه شما یک روز درست از همین داروی به منتی فایده‌آور استفاده برید و بخندید. هم عمرتون دراز میشه هم طبعتون چاق باقی به همه عمری دراز. با شما نیز روزی خنده مبارک باشه. تشکر.